بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت یکایک عزیزان و دوستان عرض ادب دارم و با برنامه سوم از سلسله برنامه‌های تفسیر نور در خدمتتون هستم. در آخرین درس در مورد تعریف قرآن کریم و شناخت آن سخن گفتیم. دانستیم که قرآن سخن دلنشین پروردگار جهانیان است با انسانها. قرآن راهنمود و دستور زندگی است برای راه و رسم چگونه زیستن. قرآن ذکر آرام بخش است برای روانهایی که آن را باور دارند و قرآن معجزه همیشه جاوید است تا بشریت را از تاریکی ها به نور راهنمایی کند. بالاخره قرآن کتابی است که در آن حکایت و داستان واقعی انسان ها در طول تاریخ نهفته شده، همچنان که اخبار و راهنمودهای آینده انسان ها نیز در آن یافته می شود. بار دیگر به سراغ قرآن می رویم و مطالب درس امروز را با حول قوه الهی چنین آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درس امروز ما همچنان در مورد آشنایی با قرآن کریم هست و محورهای درسمون از نامهای مبارک قرآن کریم آغاز میکنیم و سپس به اوصاف و خصائص و ویژگی‌های قرآن سری میزنیم و از اون میگیم. همچنان که آیات و روایات، آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سخنانی از بزرگان دین در این زمینه ارائه میدیم. در مورد نامهای مبارک قرآن کریم، در قرآن کریم بارها اشاره شده به این نامهای میمون و مبارک. از جمله قرآن، خود قرآن هست که در آیه 9 سوره اسراء اینچنین میخوانیم: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. به راستی این قرآن، پس این کتاب منزل که کلام الله است، را قرآن نامیده. خود قرآن لفظ و اسم قرآن بهش داده. همچنان که در آیه 10 از سوره انبیاء میخوانیم که لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ما به راستی به سوی شما نازل کردیم کتابی را، پس قرآن را کتاب معرفی کرده. همچنان که در ابتدای سوره بقره میخوانیم ذلک الکتاب. پس بنابراین نام دیگر قرآن کریم کتاب است. نام سومش فرقانه. در اولین آیه از سوره فرقان میخوانیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. پس فرقان که بنده‌اش یعنی رسولش و پیام آورش نازل شده برای اینکه بیم دهنده‌ای برای جهانیان باشه، یکی از نامهای مبارک قرآن کریم هست. همچنین الذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در آیه 9 از سوره حجر، به راستی که همانا ما نازل کردیم ذکر را و ما حافظ و نگهبان آنیم. و ذکر هم یکی از نامهای دیگر قرآن کریم حساب میاد. تنزیل یکی دیگر از نامهای مبارک قرآن کریم هست و انه لتنزیل رب العالمین. و به راستی که این یعنی کتاب منزل و این کتاب و این وحی که بر پیامبر نازل میشه، در سوره شعراء میخوانیم لتنزیل، البته
منزل شده است، تنزیلی است از جانب پروردگار جهانیان. این 5 اسم‌هایی است که در قرآن کریم در مورد خود قرآن به کار برده شده. غیر از قرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر و تنزیل نام‌های دیگر قرآنه. ولی جالب توجه اینجاست که 2 نام بیشتر در قرآن برای خود قرآن به کار برده شده، یکی القرآن و دیگری الکتاب. سر آن هم در اینه که القرآن از قرائت گرفته شده، به معنای اینکه زیاد تلاوت می شود، زیاد قرائت میشه، زیاد خونده میشه. و همچنین الکتاب به معنای نوشته شده، مکتوب. و به همین خاطر است که قرآن بین قرآن و کتابتش نهایت و اوج تکفل حفظ و عنایت است. وقتی یک چیزی، یک مقوله‌ای، یک حرفی، یک سخنی هم حفظ شده باشه و هم نوشته شده باشه، در اوج صیانت از تحریف و انحرافه. و به همین خاطر قرآن کلام منزلی که خوانده میشه از بدو آغاز نزول تا به امروز، ثانیه به ثانیه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت نزد مؤمنان و مسلمانان و مؤمنان به اون تلاوت میشه به کثرت و شبانه روز خونده میشه، یکی از سر بقای جاویدان قرآن کریم هست. و همچنین کتابتش چه در لوح محفوظ نزد خداوند عزوجل، چه در نزد بندگان خدا در روی زمین. میدانید که ما در تاریخ نزول قرآن صحابه های جلیل القدر، شاگردان مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتیم که آنچنان که آیات نازل میشد به دستور و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را می نوشتند و به عنوان کتاب وحی یا نویسندگان وحی معروف بودند و اینها را جمع آوری کرده بودند که انشاءالله در درس آینده بهش اشاره خواهیم کرد. از اوصاف قرآن کریم بگیم. وصفهایی هم برای قرآن علاوه بر نامها، اسمهایی هم، وصفهایی هم آمده. قرآن کریم متصف است به این که نوره. در آیه از سوره نساء میخوانیم یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، به سوی شما آمده از جانب پروردگارتان برهانی که از برهان نازل شده و انزلنا الیکم نورا، و ما نازل کردیم به سوی شما نوری بسیار آشکار که همان مرادش قرآن کریم هست. پس بنابراین قرآن نور هست، متصف به این که این است که نوره. همچنین در سوره دیگر، در سوره یونس آیه 57 به چند صفت پشت سر هم در یک آیه معرفی شده. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. ای مردم، موعظه‌ای به سوی شما آمده از جانب خداوند، از جانب پروردگارتان، که شفا بخش است برای بیماری های روانی، اونچه در قلب هاست، و هدایتگر است و رحمت است برای مؤمنین. پس در این آیه 4 صفت دیگه براش میاد: موعظه، شفا، هدا و رحمت. کتاب الله کتاب الله کتاب الله. میخوانیم و هذا کتاب انزلناه مبارک. این کتابی است که ما اون را مبارک نازلش کردیم، یعنی با برکت، پر خیر است. پس بنابراین مبارک هم یکی از نامهای دیگر قرآن کریم هست که مصدق الذی بین یدیه، که تصدیق کننده کتابهای ما قبله. همچنین در آیه دیگه از سوره مائده میخوانیم یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین. پس مبین هم یکی از صفات قرآن کریم هست. در آیه دیگه آمده است به لفظ اینکه عزیز هست. در سوره بقره میخوانیم قد قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. علاوه بر این که مصدق و هدایتگر یعنی هدا هست، بشرا للمؤمنین هست، مژده است برای مؤمنان، برای کسانی که راه حقیقت را بپذیرند و انتخاب بکنند. همچنین قرآن کریم عزیز هست، یعنی معزز، مکرم، گرامی است نزد خداوند و بندگان مؤمنش. ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز. به راستی کسانی که کفر ورزیدند به ذکر یعنی به قرآن، هنگامی که برای آنها نازل شد به سویشون اومد، در حالی که اون کتابی است عزیز، یعنی معزز، مکرم. خداوند اونو دوست داره
چون کلامشه و بندگان مؤمن هم اونو دوست دارن، چون کلام پروردگارشونه و اونو دوست دارن. همچنین به صفت مجید آمده است در سوره بروج، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این قرآن، بلکه این کتاب قرآنی است با مجد و با عظمت. مجید یعنی با مجد و با عظمت. اینها صفت‌های دهگانه قرآن کریم هست که ما سعی کردیم در این لوحه جمعش کنیم: نور، موعظه، عزیز، هدا، مبارک، مجید، شفا، مبین، بشیر، نذیر، رحمت و بشرا. اینا صفات قرآن کریم هستند که در خلال آیات دانستیم. حالا ببینید قرآن کریم علاوه بر این که اسمها و اوصافیه داره، خصائص و ویژگی‌های عجیبی هم داره. میشه اون را در 4 نکته خلاصش کرد. چرا ما لازم خصائص و ویژگی‌های قرآن کریم را بدونیم؟ تا اینکه بدونیم که چه امتیازی قرآن بر کتاب‌های دیگه داره. شاید بگید خیلی چیزها این صفت‌ها درش هست و این نام‌ها را میشه روش گذاشت، ولی وقتی گفتن خصوصیت یا خصائص و ویژگی، یعنی در چیز دیگه نیست، در کتاب‌های دیگه، در پیام‌های دیگه، در مکاتب دیگه وجود نداره. پس بنابراین اینها ویژگی‌های خاص قرآنه. یکی اعجاز لفظی و معنوی است. قرآن به لفظش معجزه است، یعنی کسی نشده تا به امروز همانند قرآن بیاره و درست بکنه. و همچنین معنویتش اعجاز معنوی داره. هرچی علما و دانشمندان بیشتر در اون غور و تفکر میکنن و تدبر میکنن، معانی جدید و تازه‌ای از اون کشف میکنن و درک میکنن و این جزء اعجازهای بلاغی و معنوی قرآن هست. لفظی است و همچنین اعجازهای معنوی آن که میشه گفت قرآن کریم وقتی که خونده میشه روانها آرام میگیرد، بیماریها شفا پیدا میکنه و انسانهای گمراه به هدایت راهنمایی میشن. اینها اعجازهای معنوی قرآن هست که در خیلی از کتابها و نوشته‌ها نیست و نخواهد بود. خصوصیت یا خصائص دیگر قرآن کریم در سهولت عبارتشه. هر انسانی با هر زبانی، با هر ملیتی میتونه قرآن رو یاد بگیره و بخونه. و ما امروز اگر که دقت کرده باشید به دقیق، یعنی میشه گفت که طبق آمار پرتیراژترین کتاب‌های دنیا قرآن کریم هست و پرخواننده ترین کتاب‌های دنیا قرآن کریم هست و بیشترین کتابی که مورد عنایت ترجمه و تفسیر قرار گرفته و توضیح قرار گرفته قرآن کریم هست. چرا؟ چون مسلمان‌هایی در دنیا وجود دارند که این کتاب را دوست دارند و خداوند براشون آسون کرده که ممکنه حتی یک لفظ و عبارت عربی هم بلد نباشن، اما میتونن قرآن را خوب بخونن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در سوره القمر میخوانیم که خداوند میفرماید ما قرآن را آسان کردیم برای تذکر. و تذکر وقتی انسان نخونه که نمیتونه تذکر بگیره، بخونه و بفهمه و سپس از اون عبرت بگیره و درس بگیرد. اینجاست که خداوند آسانش کرده واسه خوندن. اگر کسی همت کنه قرآن را باز کنه، بشینه پیش استاد، میتونه راحت تر از هر کتابی و آسان تر از هر کتابی یاد بگیره. از خصوصیت سومش اینه که قرآن کریم پر خیر و پر برکته، هم لفظش هم معناش. خیر و برکت لفظی و معنوی قرآن عجیبه. به همین خاطر شما وقتی قرآن را میخونید، حتی اگر معناش هم نفهمید، خدا واسهتون اجر مینویسه، پاداش مینویسه و ثواب دارید. همچنان که خداوند عزوجل با برکت این قرآن پلیدی ها و شر و فتنه ها را از خانهای شما، از نفس شما، از بچه های شما، از مال و املاک شما دور میکنه و شما را مسئول میداره با خیر و برکتی که در این قرآن هست. این هم برکت معنوی قرآنه. و همچنین ویژگی چهارم هدایتگری و روشنگری قرآنه. قرآن کتابی است که به صراحت با همه انسان ها سخن میگه، با هیچ کس سازشکاری و رو درواسی نداره. انسان هایی که گناه کردن بهشون میگه به این صورت این کار گناست، تحت هیچ شرایطی هم این گناه به ثواب و خوبی مبدل نمیشه. یا هر کس ثواب کرده، کار خوبی انجام داده، بهش میگه ثواب هم واسه اون ثواب و اجر نوشته میشه و این رو بدونید که مژده داشته باشید، واسه اون پسنداز داره میشه. پس بنابراین قرآن هدایتگر است
و روشنگر واسه انسان ها. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. این سر آیاتی از قرآن کریم که در مورد تلاوت قرآن کریم هست. البته این آیاتی که من بعضی از اونها را خوندم میتونیم مرور کنیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. این آیه به خصوص اینه که اعجاز قرآن کریم، عظمت قرآن کریم و اینکه معجزه هست در لفظش و معناش که اگر تمام از بین برد و خداوند شکرپذیر است. اگر کار اینی که انجام دادیم این رو میپذیره و قبولش میکنه. و همچنین در آیه 29 سوره صاد میخوانیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ما که این کتابی است که نازل کردیم اون را به سوی تو ای پیامبر به شکلی که به صفتی که مبارک است. کتابی است مبارک و میمون، یعنی پربرکت، پرخیر. برای چه؟ لیدبروا آیاته، تا اینکه تدبر کنند، بیاندیشند، غور بکنند، تفکر بکنند در آیات اون. ولیتذکر اولو الالباب، و موعظه بگیرند، پند بگیرند عقلا و دانشمندان، یعنی کسانی که در قرآن غور و تفکر میکنند میتونن از اون عبرت بگیرند. میریم سر روایاتی که در فضیلت تلاوت قرآن کریم آمده است. ما روایات متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داریم که مسلمان ها را تشویق میکنه به تلاوت قرآن. من جمله حدیثی است که امام بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه، در جامع صحیحش نقل میکند به سندش از عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه که یکی از عشره مبشره و صحابه جلیل القدر خلفای راشدین هست. ایشون هم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما، بهترین امت، بهترین مؤمنان و مسلمان کسی است که قرآن را بیاموزه و به دیگران بیاموزه. سخته و در کسی که قرآن را میخونه و هو ماهر بهی، و اون مهارت داره یعنی خوب میخونه، مع السفرة الکرام البررة، با فرشتگان مقرب الهی است در درجه اجر و ثواب در آخرت، همچنان که در نزد محبوبیتش نزد خداوند عزوجل. والذی یقرأ القرآن و هو یتتعتع فیه و هو علیه شاق له اجران. کسی قرآن میخونه و برش سخته و درش لکنت داره و نمیتونه حقش رو ادا بکنه، باز همچون قرآن را دوست داره و سعی میکنه بخونه و بیاموزه، باز هم دو اجر داره، یک اجر تلاوت و یک اجر مشقتی که در این راستا داره تحمل میکنه. امام ابو داود سجستانی، سلیمان ابن اشعث رضی الله تعالی عنه، از روات حدیث هست و از محدثین مشهور ایران زمین، ایشون میفرماید و همچنین ابو عیسی ترمذی و ابو علی نسائی از عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه، صحابی جلیل القدر، که ایشون فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، روایت رسول خداست ولی به سند ما نقل میکنیم، ایشون فرمودند یقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. روز قیامت به صاحب قرآن، به حافظ قرآن، به قاری قرآن گفته میشه که صاحب قرآن کسی که همنشین قرآنه، کسی قرآن رو میخونه، کسی قرآن رو حفظ میکنه، همه اینها شاملش میشه. به روز قیامت بهش گفته میشه که قرآن بخون و ارقا یعنی بالا برو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن را مرتل و آنچنان که بر حسب احکام تجوید هست مرتل بخون، ترتیل شده، آنچنان که در دنیا میخوندی. چرا؟ فان منزلتک عند آخر آیه تقرأها. یعنی چی؟ درجه تو در بهشت به آخرین آیه و آخرین آیه است که میخونی. یعنی هرچی قرآن بهتر بخون، هرچی بیشتر قرآن بخونه، درجات بهشت هم بیشتر نصیب میشه. و بعضی ها اینجا یک لفظه خیلی جالبی است، ظریفه، نکته خیلی ظریف و جالبی است. میگویند درجات بهشت درجات داره، 6666 درجه به اندازه آیات قرآن کریم. هرچی انسان قرآن را کاملتر، بهتر و جامعتر و دقیقتر بخونه، به همون اندازه درجات بهشت را بیشتر طی میکنه و به
فردوس اعلی نزدیک میشه. میدونید که فردوس اعلی بالای بهشت و وسط بهشت و بهترین مکان بهشت است. در روایت دیگر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، این روایت را ابو عیسی ترمذی از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قاری مشهور قرآن که حتی پیامبر دوست داشت از زبان اون قرآن رو بشنود، ابن ام عبد مشهور بود. اینطور قرآن زیبا و جالب و دلنشین میخوند که پیامبر بارها بهش گفت قرآن بخون تا من گوش کنم. این روایت از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی صحابی جلیل القدر هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ حرفا من کتاب الله فله بها حسنه. کسی که یه حرف از قرآن بخونه به اندازه با یک حرف 10 اجر میگیرد. سپس تفسیرش کرد، فرمود که من نمیگم الف لام میم یک حرفه، ولی الف یک حرف، میم لام یک حرف و میم یک حرفه. یعنی در یک الف لام میم گفتن 30 اجر واسه انسان نوشته میشه و این رو نباید دست کم گرفت. و روایاتی از این جمله زیاد داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمان ها رو تشویق میکنه به تلاوت قرآن. و میدونید قرآن باب خیره هاست، ابواب خیر را به سوی انسان باز میکنه. هر کس میخواد راه سعادت را طی کنه باید حتما با قرآن انس بگیره از راه تلاوتش و سپس تدبرش و سپس عمل به آن. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. سخنانی از ائمه و بزرگواران دین در مورد قرآن کریم. امام مسلم رحمت الله علیه، مسلم نیشابوری رحمت الله علیه، مسلم ابن حجاج نیشابوری از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نقل می‌فرمایند که ایشون فرمودند که ان الله یرفع بهذا الكتاب اقوام و یضع آخرین. حضرت عمر بن خطاب فرمودند که خداوند با این کتاب افرادی را رفعت شأن میده، یعنی اوج و عزت میده، کرامت میبخشه، و ملتی را و افرادی را چیکار میکنه؟ خوار و ذلیل میکنه. اونهایی قرآن را دوست دارن، قرآن را میخونن، با قرآن انس دارن، با قرآن همنشین هستن، عزت پیدا میکنن. و اونهایی که قرآن را دوست ندارن، اونهایی قرآن را پشت سر گذاشتن، اونها خداوند خوار و ذلیلشون میکنه. در دنیا دلشون مرده است، قلبشون تاریکه، و در آخرت هم قرآن اونها را از نور خودش بی بهره میکنه. از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نقل شده است که فرمودند قرآن کتابی است، کتاب پروردگار است میان شما که بیان کننده حلال و حرامه، واجب و مستحب است، ناسخ و منسوخه، مباح و ممنوع است، خاص و عامه، پندها و مثل هاست، مطلق و مقید و محکم و متشابه است. و سپس فرمود قرآن را بیاموزید. این در روایت دیگه است که ایشان نیز فرمودند قرآن را بیاموزید که بهترین گفتار است و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست. از نور قرآن شفا و بهبودی بخواهید که شفای دلهای بیمار است. قرآن را نیک تلاوت و بدان عمل کنید که سودمندترین داستان هاست. و عالمی که به غیر علم خود عمل کند همانند جاهلی سرگردان. عجیبه، بسیارن قرآن را میشناسند ولی راه به سوی قرآن نمیبرند. پس بنابراین باید به اقوال ائمه بزرگوارمون گوش کرد و از آنها قرآن را آموخت. از عبدالله بن مسعود، این صحابی جلیل القدر که هم چند لحظه پیش صحبتش کردیم، نقل شده است که ایشون فرمود قرآن را بیاموزید و آن را بخوانید تا بدان پاداش بگیرید، ثواب بیندوزید. فرمودند قرآن را خشک و بیرو و سریع و تند و بی توجه نخوانید، با تأنی بخونید قرآن را و در عجایب آن بیاندیشید. قلب‌های خودتون را با خشیت و ترس الهی به حرکت درآورید و قصدتان از تلاوت پایان رسوندن سوره نباشه. این فرموده این صحابی جلیل القدره. از یکی از مفسرین قرآن که از عهد تابعین هست به نام قتاده، تابعی جلیل القدر و بزرگواری است که مفسر قرآن هم هست و اقوالش ما در تفسیر میاریم ان شاءالله. ازشون نقل شده که فرمود دلهایتان و خانه‌هایتان را با قرآن آباد کنید. دلهای انسان احتیاج به تقویت داره، خانه‌های انسان احتیاج به نور معنویت داره، اون را باید با قرآن روشنش کرد. لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. کسی که در قرآن با تأنی نمیخونه و تدبر نمیکنه نمیتونه
از قرآن لذت ببرید و این درد بسیاری از مسلمان هاست. میگن قرآن لذت نداره. بله، قرآن را باید خوب خوند، باید شیرین خوند، دلنشین خوند و در آن تدبر کرد و معانیش رو فهمید تا اینکه بتونیم واسه خودمون گوارا و لذت بخش جلوه بدیم. امام ابن قیم جوزیه رحمت الله علیه نیز در کتابشون درباره قرآن میفرمایند که چیزی برای قلب سودمندتر از تلاوت قرآن و تدبر و تفکر در آن نیست، زیرا قرآن تنها سوق دهنده انسانها به سوی خداست و در آن لذت، محبت و شوق و امید و توکل به سوی پروردگار وجود داره و نهفته است. هر کی بیشتر قرآن بخونه توکلش بر خدا بیشتر میشه، عشق و علاقش به خدا بالاتر میره و اعتمادش به خداوند بیشتر میشه و خداوند رو بیشتر دوست می‌دارد. پس اگر مردم می‌دانستند که در تلاوت و تدبر قرآن چه ارزش‌ها و فواید نهفته است، از همه چیز دست می‌کشیدن، روی می‌آوردن به تلاوت قرآن. منظورش اینه که نه از دنیا بلکه از هر چیزی که دنبالش برای تسلی خاطر و برای سرگرمی و برای تفریح ممکنه باشد، انسان‌ها دست می‌کشیدن و رو می‌آوردن وقت فراغتشون، وقت سرگرمیشون، وقت استراحتشون رو می‌گذاشتن واسه قرآن تا با قرآن خودشون رو تقویت کنند. امیدواریم که قرآن بهار دلهای همه شما مؤمنان و مسلمانان باشه. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه و دیدار دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. كتاب الله كتاب الله كتاب الله. میتونه قرآن را خودش بفهمه. ممکنه برداشت‌هایی از قرآن داشته باشیم اما اون فهم جامع و شامل و مانع نمیتونه باشه. پس بنابراین تفسیر قرآن یعنی